حسین جان حرف دل بیبی زینب پس از یک اربعین رنج و اسارت داداش به دیدار آمدم بهر زیارت نام قلب پاره پاره حسین جان بیا بنما به زینب یک نظاره حسین جان داداش یادت اومدم تو گودی قتلگاه هرچی دنبالت گشتم پیدات نکردم داداش اما داداش اون موقعی هم که پیدات کردم نشناختمت تو کمکم کردی اخیه الیه اما حسین جان اگه تو هم الان پاشی دیگه زینب تو نمیشناسی آخه زینب دیگه گیسواش سفید شده زینب دیگه قامت خمیده شده نمیدونم بگم بازم برات یا نه نشست کنار قبر ابی عبدالله حسین جان داداش پاشو ببین زینبت اومده یه نگاه کرد جوونا غیرتی های مجلس یه نگاه کرد حسین جان اگه نامحرمانه بودن جای تازیونه ها رو میخواست بگه اما تازیونه یعنی چی؟ تازیانه میگن وقتی به بدن اصابت میکنه سر تازیانه پوستو میکنه یه دونه از اینا رو بگم ببینم چی کار میکنی اون موقعی که اومد کنار بدن حسینش هر کاری کردن زینب جدا نمیشد از حسین همه رو سوار کردن زن و بچه ها رو جدا کردن الان کسی که مونده جدا کردنش سخت زینبه میگن تمام اسمت و عفت خانم فاطمه زهراست اما حاله این اسمت و عفت زینبه اومدن بیان نزدیک زینب رو جدا کنن اسمت زینب اجازه نداد کسی مگه جرأت داشت نزدیک زینب بشه چه کردن پس زینب رو چجوری از کنار بدن ابی عبدالله دور کردن یه وقت نامرد صدا زد 40 نفر تازیانه به دست بیاید 40 نفر تازیانه به دست اومدن من نمیگم چه کردن با بدن زینب اما اونقدر بگم یه وقت دیدم نازدانه ابی عبدالله صداش بلند شد بابا 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 پاشو ببین دارنم به زینبمو میکشن بابا حالا به همین حال آمادت سینه بزنیم انشالله عرض ادب کنیم دیگه معلوم نیست سال دیگه ما اربعینی زنده باشیم یا نه رفقا یا زهرا آماده بشیم سینه بزنیم انشالله آخر مجلس هم یه روزه میخونیم عقده های دل رو میتره کنیم باید امشب گریه کنید چون معلوم نیست به خدا تا سال دیگه زنده باشیم یا نه محرم تمام شد دیگه سلیه خیلی بابا گلهای رسول الله فرزندان سار الله گلهای سینه نزن آماده شو فقط جواب بگو آماده شو به سینه زدن فقط این زمزمه کنید گلهای رسول الله فرزندان سار الله گلهای رسول الله فرزندان
مواظب باش. بگیر. گل‌های رسول الله جواب بده دیگه همه گل‌های رسول الله فرزندان سار الله گل‌های رسول الله فرزندان سار الله گل‌های رسول الله فرزندان سار الله این چه قوماییست خنجر ایل از پرش خون می‌چکد این چه قوماییست خنجر ایل از پرش خون می‌چکد حضرت زهرا ز چشمان ترش خون می‌چکد حضرت زهرا ز چشمان ترش خون می‌چکد یا رسول الله به دشت کربلا بنما نظر بین چشان خون خدا از پیکرش خون می‌چکد گل‌های رسول الله فرزندان سار الله 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 چشم حق باشد امیرالمؤمنین چشم حق باشد امیرالمؤمنین کز برای نومولا پر پرش خون می‌چکد کز برای نومولا پر پرش خون می‌چکد روز روشن تیره شد بر خسرو به دنیا بودی دید و کز فرق علی اکبرش خون می‌چکد دید و کز فرق علی اکبرش خون می‌چکد دود و آهش چهره خورشیدارا تاریک کرد آی دلی آخه بسوزی دلی چون حسین دید از گلو به اصغرش خون می‌چکد چون حسین دید از گلو به اصغرش خون می‌چکد حنجر شش ماه شد پر خون و بازوی پدر زین دو خونه پر بها پیر از سرش خون می‌چکد فرزندان سار الله گل‌های رسول الله فرزندان سار الله گل‌های
اسمش نمیشه. بر محمد و اهل بیت محمد بلند صلوات. پشوانی نونا منم غلام علی امام من منم غلام علی امام من منم غلام علی امام من شابر نسبت عجیب نام من شابر نسبت عجیب نام من علی بود مبتدا علی بود رهنما علی بود ناصر وسیع خیر الورا وسیع خیر الورا دریم قلندرم هستم بنده مرتضی علی هستم دریم قلندرم هستم بنده مرتضی علی هستم منم غلام علی امام من منم غلام علی امام من شابر نسبت عجیب نام من شابر نسبت عجیب نام من اصغر ساز خدا علی شهید فتا واد بدنیا ودن امیر علی ولا امیر علی ولا دریم قلندرم هستم بنده مرتضی علی هستم دریم قلندرم هستم بنده مرتضی علی هستم منم غلام علی امام من منم غلام علی امام من شابر نسبت عجیب نام من شابر نسبت عجیب نام من عشق علی دین من مسلک و آیین من آل رویش بود همدم دین من همدم دین من دریم قلندرم هستم بنده مرتضی علی هستم دریم قلندرم هستم بنده مرتضی علی هستم منم غلام علی امام من منم غلام علی امام من شابر نسبت عجیب نام من شابر نسبت عجیب نام من مرحمة او غالبت اطاعتش واجبت مؤمن اول علی ابن ابو طالب ابن ابو طالب